عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. این حدیث از مادر مومنها حضرت عایشه رضی الله عنها و ارضاها آمده است. گفتند که فاطمه بنت ابی حبیش جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را پرسان شد. گفت که من استحاضه میبینم و پاک نمیشم. استحاضه غیر حیض است. حیض گفتیم که خونی که از قعر رحم می آید، اما استحاضه نه از قعر رحم بلکه از بالاتر آن، و بعضی هم میگن که از گردن بچه‌دان یا از دهان آن یا رگی هست، از آن خون میبراید. و این خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که افادع الصلاه، یا رسول الله آیا نماز را ترک کنم؟ یعنی من خون میبینم، استحاضه میبینم ولی پاک نمیشم، یعنی سالش 12 ماه من شبانه روزیش قطعی استحاضه میبینم، یا رسول الله آیا نماز را ترک کنم؟ واقعا این مسئله برایش مشکل شده بود. او شب و روز خون میدید، نمانند دیگر زنها که 5 روز یا 6 روز یا 7 روز خون میبیند و دیگر ایامش پاک است. نه، این فاطمه بنت ابی حبیش دائمی از او خون جاری میشد. بنابراین آمده: یا رسول من پررگی دیگه نماز نخوانم؟ گفتن که نه، یعنی این کار رو نکن، بلکه این ذلك عرق، این خونی که تو میبینی این از حیض نیست، این از قعر بچه‌دان نیست. این ذلك عرق، این خون از رگ است. ولكن دع الصلاه قدر الایام التي كنت تحیضین فيها، لیکن تو نماز ترک کن و قدر آن روزایی که پیشتر حیض میدیدی. یعنی هر یک زن عادت خود را دارد. مثلا بعضی زنها 5 روز، بعضی زنها 6 روز، بعضی ها 7 روز، بعضی ها 4 روز، بعضی ها 3 روز خون میبینند. هر یک زن عادت خود را میداند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم این زن را به حالت عادت اصلی خود حواله کردند. گفتند که دع الصلاه قدر الایام التي كنت تحیضین فيها، تو نماز را ترک کن به قدر آن روزهایی که پیشتر حیض میدیدی، یعنی 5 روز 4 روز تو ترک نماز کن. بعد از آن ثم اغتسلی و صلی، سپس غسل کن. بعد اینکه ایامش گذشت 5 روز 6 روز، وقتی که گذشت غسل کن و صلی و نمازهایت را بخوان. و فی روایت، در دیگر روایت آمده است که ولیس بالحیضه، گفتن که این حیض نیست. این حیض نیست که تو نماز را ترک کنی. اون خون حیض خونی است که یعنی با برابر جاری شدن زنها باید نماز را ترک کنند، نماز برایشان حرام میشه. ولیس بالحیض، اما این خونی که تو میبینی این حیض نیست. فاذا اقبلت الحیضه فاترک الصلاه، وقتی که حیضت که آمد ترک نماز کن. بنابراین گفتن که اگر وقتی که حیضت که آمد نماز را ترک کن، فاذا ذهب قدرها، وقتی که قدر حیضت که از بین رفت، یعنی همون 5 روز یا 6 روز یا 3 روزی که میدیدی که از بین رفت، فغسلی عنک الدم، خون را از خود شستشوی بکن، یعنی غسل کن و صلی و نماز گذار. و این حدیث واقعا دلالت میکند که صحابه ها در مسئله های علم از پیامبر صلی الله علیه و سلم شرم نمی کردند، آمده مسئله خود را می پرسیدند. و این دلالت به جایز بودن ذکر کردن چنین مسئله ها در نزد قاضی یا مفتی یا عالم می کند.